باید گفت که سالمی اهالی از استعمال محصولات بخطری ازوقواری وابسته است. با این مقصد هر دستورهایی که از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان وابسته به تامین بخطری محصولات ازوقواری فرمایش داده می شود، سربلندانه آن باید در زمینه تطبیق قانون و برنامه‌های عمل کننده صاحبی سری وقت اجرا گردند. با گذراندن ریدهای مشترک، کارمندان مرکز بخطری ازوقواری و مرکز نظارت دولتی سانیتاری و اپیدمیولوژی در مرکزهای سودا و مرکزهای اهالی‌نشین شهر تورسونزودا محصولات شیری، گوشتی، قنودی که مهلت استفاده برایشان گذشته است و صفتی پست دارند از معاملات گرفته می‌شوند. جوهایی که نو با فعالیت شروع کردند و قاعده و طلبات‌های سانیتاری جوابگو بوده، بهره پیشگیری بیماری‌های سیرایتی، بیماری‌های ضررشوی از غذا، متخصصان مرکز نظارت دولتی سانیتاری اپیدمیولوژی شهر تورسونزودا کارهای فهماندهی گذرانده می‌شود. اویدی قاعده ویرانکنی در سمت سانیتاری و گیگینی زیاده از 24 صاحبکار که قاعده های سانیتاری و گیگینی رو ویران کردند، پرونده های حقوق ویرانکنی ماموری ترتیب شده، پورا بررسی کرده شده است و با آنها کارهای فهماندهی اینچنین گذرانده شده، قاعده ویرانکنی ها برطرف کرده شده است. نظارت و تامین محصولات بخطری ازوقواری همچون هدف استراتژی رسالت اساسی فعالیت کاری مقامات بخطری ازوقواری را تشکیل داده، محض با گسترش همکاری‌ها با جامعه شهروندی برای ماندن کارهای فهماندهی جهت بلند برداشتن مدنیت خرید و فروش و استعمالی اهالی امکان می‌دهد به هدف در پیش گذاشته خود، یعنی تامین امنیت ازوقواری و بخطری آن نائل گردند. از این خاطر مسئولین همراه برای پیشگیری کسالی‌های سیرایتی در بازارهای مرکزی، مرکزهای سودا و در دیگر موضع‌های سیر آدم ریدهای مشترک می‌گذرانند. ما در بازار مرکزی هر روز محصولاتی که وارد میشن در داخل بازار ما از نظر میگذاریم. وقتی که محصولات گوشتی مثال میگیریم، گوشت نه از مثال ارگان‌های داخلی مثال شوش، جگر هست با علامت‌های کسالی بیماری انگلی، فاتسیلیوز، اخیناکاکوز، هر روز وقتی که ما دریافت میکنیم گرفته باز از سودا باز داشته سند ترتیب داده به ضرر گردونیم با خاک خلور. کوشش میکنیم که محصولات پسیفات، محصولات چی را در بازار راه ندهیم و بهره سالم جامعه سهمگذار باشیم. مسئولین میگویند که از ورود محصولات پسیفات مقدار زیاد از فروش بیرون کردند. همین طور گذراندن چنین ریدها در بازار و مغازه‌های خوراکوری از طرف مسئولین باز ادامه خواهد کرد.